درس امروز ما و شما توحید و شرک در خوف است. 4 بخش داره. بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم. بخش اولش خوف و ترس از الله است. خوف و ترس از الله سبحانه و تعالی. این بخش باز به 2 بخش تقسیم میشه که یکیش عبادات قلبی هست، عبادات قلبی توحیدی، یعنی خوف در عبادت قلبی توحیدی. بخش دومش خوف از عدالت الهی و ترس عذاب دنیا و آخرت. بخش دومش خوف و ترس از مخلوقات. بخش دوم خوف و ترس از مخلوقات و این هم 3 قسم می باشن: خوف شرکی، خوف حرام و خوف عادی طبیعی. خوف حرام باز 2 بخش می باشه: خوف از مقام مخلوق و خوف وهمی را میگن. وهمی. خب بخش سومش خوف از کدام حادثه و بخش چهارمش استعمال کلمه خوف به اساس لغت که به معناهای مختلف میاد. به معناهای مختلف میآید. خب حالا من ایره میگم براتون باز و شما هر کس ایره باید سر تخته بخیزه و بر ما بگویه. اختیاری نیست. هر کس اگه گفتم بخیز استاد شو انشاءالله میخیزه و استاد میشه و اینجا خوف تشریح میکنم. این قسم میگم بسم الله الرحمن الرحیم: توحید و شرک در خوف. خوف ما و شما در زبان فارسی ترجمه میکنیم ترس. په پښتو کې ترجمه کوو ډار، ویرنه یا ډار. خوف 4 بخش داره. وقتی که در قرآن عظیم شان بین 4 بخش تقسیم بندی شده. استعمالات خوف در 4 بخش است. بخش اول آیات قرآن است که خوف و ترس از الله سبحانه و تعالی را بیان میکنه که یک انسان مسلمان از الله متعال چه قسم خوف بکنه. یا خوف توحیدی هست. خوف توحیدی کدام یکی میگه که یک عبادت قلب است. در قلبا از الله میترسی، لکن این خوف جمع چی میباشه؟ خوف جمع محبت، جمع رجا یا امید. این مساوی میشه به خوف چی؟ توحیدی. در خوف توحیدی چی است؟ به الله محبت داری، به رحمت الله امیدوار هستی، لکن از الله میترسی. این خوف چی میگن؟ توحیدی میگن. قسم دومش هست این خوف است که از عدالت الهی میترسی. از عدالت الهی میترسی که اگر من گناه بکنم الله متعال مرا مؤاخذه میکنه. این خوف از عدالت الله. همیشه ما مسلمان ها مثلا اگر از یک حق یک نفر میخوری میترسی که الله متعال در روز قیامت مرا چی میکنه؟ محاسبه میکنه. اعمال نیک من میگیره عادلانه بر از او میده. چرا ایره دشنام دادی؟ بتی 2 رکعت نماز. چرا ایره غیبت کردی؟ بتی 2 رکعت نماز. اگر نماز نداشت میگه بگی 1 کیلو گناهش در فرق تو. متوجه هستین؟ پس از عدالت الله میترسیم.
این خوف از الله شد. بخش دوم قرآن عظیمشان بر ما میگن بعضی کسا هستن که از مخلوقات میترسن. از مخلوق چه قسم میترسی؟ 3 قسم ترس است از مخلوق. یا خوف شرکی هست، عمود ترسی را که انسان باید از الله داشته باشه، او ترس از یک مخلوق می داشته باشه. مثل بت پرستا از بت خود می ترسن، قبر پرستا از مصاحب قبر می ترسن. میگه اگر یک کمک قرض بگیری خانه تا برای در میتر. بت اگر مثلا دستش بشکنانی خانه تا برای در میتر. پس این خوف شرکی هست که از مخلوق عمود ترس را میکنه که انسان موحد از الله میترسه. قسم دوم خوف حرام است. خوف حرام کدام یکی است؟ خوف حرام خوف است که یک نفر از مقام یک مخلوق میترسه. بعضی کسا مثلا میگه والا من نماز نمیخوانم که باز فلانی رئیسم مرا از وظیفه منفک میکنه. بعضی کسا از ترس رئیس خود ریش خود کل میکنه. والا رئیس ما ریش خوش نداره، اگر ریش داشته باشی باز تو از وظیفه وصول میکنه. بعضی کسا دعوت به الله نمیکنه، میگه والا اگر دعوت برای الله بکنم باز فلانی مرا شاید جزا بده. پس اینی خوف از مخلوق است که خوف حرام است که بخش اولش خوف از مقام مخلوق است. قسم دومش خوف وهمی است. خوف وهمی را جبن میگن، یعنی اگه انسان ترسو هست. چه قسم ترسو هست؟ برش میگی بیا اینجا درس بگو، والا من میشرمم. این خوف حرام است، گپ حق نمیگه، والا من میشرمم، والا من این خوف چی است؟ این هم حرام است. چرا؟ در ذهن از یک واهم است، شیطان وسوسهش میکنه اگر تو بخیزی درس بگویی باز کدام کلمه را غلط کنی باز شخصیت تو ضعیف میشه. بعضی کسا ناقی ترسو هست، والا نه والا من در مسجد نماز نمیخوانم که باز تو نشه، که باز تو نشه و تو نشه. اینی خوف وهمی است. این انسان‌های ترسو است الله دوست نداره و خوفشون خوف چی است؟ حرام است. یعنی با این خوف خود مرتکب چی میشه؟ حرام میشه. شرمندگی دروغی با این جبون بوده. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه اللهم انی اعوذ بک من الجبن، یا الله من به تو پناه میبرم که ترسو باشم. سوم قسمش خوف عادی طبیعی است. خوف عادی طبیعی چی است؟ که مثلا انسان طبیعتا از حیوان درنده میترسن. مثلا اگر یک پلنگ بیاید، کل ما و شما طبیعتا از اون میترسیم. چرا؟ درنده هست، در عالم اسباب. از یک حیوان خطرناک میترسیم. مثلا طبیعتا انسان برادر گفت از دزد و از کیسه‌بر و از قاچاقبر و از این چیزا میترسه. این خوف طبیعی هست. این حال در خوف طبیعی اینجا انسان مؤاخذه نمیشه طبیعتا، لکن به شرطی که این خوف طبیعی انسان از عبادت و از طاعت الله دور نکنه، در خوف وهمی داخلش نکنه. خب بخش سوم خوف از کدام حادثه است. مثلا خوف یعقوب علیه السلام سر یوسف علیه السلام گفت من میترسم که این شما اونجا ببرین در عالم اسباب، چون پیغمبرها در عالم اسباب زندگی میکردن. گفت من میترسم که بچه ما ببرین را گرگ نخوره، چون در منطقهشان گرگا چی بود؟ زیاد بود. پس اینجا خوف از یک حادثه هست. من میترسم که فلان حادثه نشه، در حذر میباشه، احتیاط میکنه. و الله سبحانه تعالی میگه خذوا حذرکم، احتیاط بکنین در مسائل عالم اسباب. چی کنین؟ احتیاط بکنین. در درس هم کشیشین احتیاط کنین. یگانه که تو در درس میشینه مثل هتل بابای ولی واره، باید سم صفا ستره یا 4 زانو یا 2 زانو باید بشینی. در اینجا هم باید چی کنه انسان؟ احتیاط کنه. اگر این نشه که استاد نمایی که بگیره در فرقت بازوار کنه. احتیاط کنین. مقصد خوف از کدام چی؟ از حادثه. این مثال گفتم، یعنی کسی مقصد من نبود، مثال فار اگزامپل. بخش چهارمش استعمال خوف به اساس لغت. در لغت عربی، در زبان عربی خوف و کلمات استعمالات مختلف داره. خوف به معنای قتل، خوف به معنای ترس، خوف به معنای ازی اینی آمده که ما و شما اینی 4 بخش ان شاء الله تعالی در آیات قرآنی میخوانیم. کی یاد گرفت؟ ماشاءالله. اون برادر به تشریح کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع درس امروز ما در درس عقیده توحید و شرک در خوف است که به 4 بخش تقسیم میشه. بخش اول خوف و ترس از الله سبحانه و تعالی که به 2 بخش تقسیم میشود. یکی خوف در عبادات قلبی که اون خوف توحیدی هم میگوید
و خوف از عدالت الهی و ترس از عذاب الهی که به دو بخش که در دنیا و دیگرش هم در آخرت به دو بخش تقسیم میشد. بخش دوم خوف و ترس از مخلوقات که از مخلوق از کسی میترسه، خوف داره، ترس داره. این به سه بخش تقسیم میشه. یکی خوف شرکی است و دیگرش هم خوف حرام است. یعنی که خوف حرام از چی است؟ کسی از مقام خود از مقام یک مخلوق میترسه، مثلا از رئیس خود میترسه، یا یگان گپی را نمیگه که او را به خاطر مخلوقش اگر بکنه اون از دفتر میکشه یا ریشش میتراشه، خلاصه یا چیزی را بالاش قیودات رو وضع میکنه، مخاطر چیزی را نمیگه، این حرام است. و یکی هم خوف وهمی است که پیشتر که گفتیم برادر اشاره کرد که کسی به خاطر از ترس دزد یا چیزا وهم میکنه در نماز نمیره یا درس تشریح نمیکنه، میشرمه. دیگرش هم بود خوف عادی یعنی طبیعی که خوف از حیوان درنده یا از دزد یا قاچاقبر. بخش سومش هم خوف از کدام حادثه، مثلا حادثه‌ای که حضرت یعقوب علیه السلام گفت که من میترسم اگر من پسر مادری کنم از پیش شما چی بخوره، ایرا گرگ میخورد. این از یک حادثه است که ایرا الله تعالی میگه که خودو حذرکم. بخش چهارم استعمال کلمه خوف به اساس لغت که به معنای مختلف آمده است که ان شاء الله باز میخونیم. باشه نبی سر معلم صاحب ما یک کمک تشریح کنه پیشتر دست خدا بلند کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه استاد محترم ما درس ما توحید در و شرک در خوف است. این به 4 بخش تقسیم شده که در قرآن عظیم شان در 4 بخش به اشارات شده. یکی بخش اولش خوف و ترس از الله سبحانه و تعالی است که هم به 2 بخش تقسیم شده. یکی خوف در عبادات قلبی است و دیگه خوف در عدالت الهی، از عدالت الهی خوف است که انسان ها از عدالت الهی میترسه. مثلا هم در دنیا میترسه که یک گناه را مرتکب میشه، میگه در دنیا الله سبحانه و تعالی می جزا را برم نته، هم در آخرت که و عذاب آخرت خدمی است اگر توبه نکنه. دیگه بخش دومش خوف و ترس از مخلوقات است. این به 3 بخش تقسیم شده. خوف شرکی است که الله سبحانه همونطور خوفی که از الله سبحانه و تعالی داره انسان از مخلوق داشته باشه، این خوف شرکی است، انسان مشرک میشه. دیگه خوف حرام است که به 2 بخش تقسیم شده. خوف از مقام مخلوق، از مقام مخلوق یک کسی اگر مقام می داشته باشه از او دیگر انسان ها میترسه به خاطر از اینکه نشه از امی مثلا رئیسش از کار بکشش یا تعدیدش کنه یا معاشش کم کنه، همینطور از این مقام مخلوق میترسه. خوفا در مؤسسات بله در مؤسسات. دیگه خوف وهمی است که انسان وهم همینطور میترسه، مثلا از طرف شب بیرون میبره، دیگه به نماز جماعت میترسه، میگه در آمره میشه. بخش سومش خوف از کدام حادثه است. مثلا یک انسان خوف میکنه میگه موتر نزنه بچه من سرک پیر میشه، از حادثه احتیاط میکنه، از احتیاط که هم یعقوب علیه السلام از بله خوف کرد. دیگه خوف چهارمش استعمال کلمه خوف است که در بعض جاها به معنای مختلف میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید و خوف در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادرای محترم، خواهرای عزیز، برای همه ما و شما معلوم است که قرآن عظیم الشان کتاب الله است و این کتاب الله برای ساختن زندگی دنیا و آخرت بشریت نازل شده که هم زندگی دنیای خود خوب بسازن و هم زندگی آخرت خود. برای دوش است. بنان هر موضوعی را که ما و شما در قرآن عظیم الشان میخوانیم که این موضوعات در قرآن عظیم الشان ذکر شده، همین مشکلات زندگی انسان چی میکنه؟ همین مشکلات زندگی انسان حل میکنه. خوف یکی از مسائل هست که در زندگی انسان وجود داره. مطالعه خوف از نگاه اعتقادی که به عقیده انسان چی ارتباط داره، سوال میشه که قرآن مثلا موضوع خوف از دیدگاه عقیده چه قسم بررسی میکنه، چه قسم احکام داره. خوف از نگاه عبادت چی حکم داره، چه وقت خوف واجب است، چه وقت خوف حرام است، کدام خوف ها درست است و کدامش نادرست است. از نگاه روانشناسی سایکولوژی قرآن
وقتی که روان انسان جور میکنه، روح انسان جور میکنه. این روانشناسا امروز پیدا شده، لکن روانشناسی قرآن که انسان آرامش میبخشه، راحت میبخشه، این در قرآن عظیم شان از 14 قرن قبل ذکر شده است. تمام از اینا در آیات قرآن عظیم شان میگه که ما و شما سر هر کدامش بحث میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوف چی هست؟ خوف در لغت معناهای مختلف داره. در زبان عربی خوف به معنای ترس میآید، به معنای جبن میآید، به معنای قتل میآید، به معنای علم میآید، به معنای جنگ میآید، به معنای نقصان میآید. این کلمات به این معناها استعمال شده هست که انشاءالله در بخش 4 باز ما سرش بحث میکنیم. علما میگن که خوف اصلا که از ترسیدن ترس از رسیدن به کدام مشکل است. ما میترسیم به خاطر که به کدام مشکل مواجه نشیم، کدام بدی بر ما نیاید، یا کدام چیز خوب از دست ما نره. کدام مشکل بر ما ایجاد نشه، یک، با کدام بدی مبتلا نشیم، دو، کدام ضرر بر ما نرسه، و سوم چی بود؟ کدام چیز خوب از دست ما نره. این خوف در اصطلاح هست. عالمیم در قرآن عظیم شان میبینیم که اقسام خوف در قرآن عظیم شان چه قسم است. وقتی قرآن عظیم شان تحقیق کردیم و ما الحمدلله در این تفسیر زیادتر تحقیقات ما به شکل علمی و اکادمیک، تحقیقات ما است علمی و اکادمیک است و رتبه علمی ما پوهنوال است. و چون من مریض بودم، بعد از مریضی ما پوهنتون ترک کردم، درس در پوهنتون، فعلا در پوهنتون درس نمیدم، مدت 3 سال میشه. به خاطر مریضی ما تقاعد گرفتم و در رتبه پوهنوال. بنابراین تحقیقات ما تحقیقات علمی و اکادمیک است و ما از رتبه پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی و بالاخره پوهنوال شدم. شاگردای ما که است، الحمدلله شما میبینین شاگردای ما که اینجا درس میخوانه، شاگردای هستن که به زبان دری، زبان پشتو، زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان اردو و شاید زبانهای دیگه هم باشه. و شاگردای ما که در فرانسه هستن به زبان فرانسوی آنلاین هستن با همراه ما. شاگردای ما در امریکا هستن به زبان انگلیسی، در اروپا هستن به تمام زبانهای عربی. بنابراین ما با کل دنیا چالش میتیم که بیاین که شاگردای ما امتحان بدن. یکی خیلی که در رسانه کسی میشینه و 4 تا گپای کوچه‌ای میگه، اما یکی هست که بیا استادش هم آماده هستیم که استادش هم اینجا بحث بکنیم و که شاگردش هم آماده هستیم که بحث بکنیم. با که مسلمان ها جنجال نداریم، زیادتر ترکیز ما ضد سیکولرها هستیم، ضد کمونیست ها هستیم، ضد اتیست ها هستیم، ضد بیدین ها هستیم، ضد کسایی که فلاسفه الحادی هستیم، ضد یهود و نصارا هستیم. ما اینیا را به چالش میخوایم. ما که در بین خود اکثریت ما احناف هستیم و در حنفیت هم پیرو حقیقی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم، به خاطر که بسیاری کسا در مذهب حنفی فقه از امام ابو حنیفه را میگیرن، باز عقیده از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را نمیگیرن. ما هم فقهش را میگیریم و هم عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را قبول داریم. بعضی کسا حنفی هستند لکن سخن امام ابو حنیفه را قبول ندارن، چون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. ما این سخن امام صاحب قبول داریم. حدیث صحیح که مذهب امام ابو حنیفه هست مذهب ما هم است، چون ما پیرو حقیقی سلف یعنی امام ابو حنیفه و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از جمله سلف صالح هست، چرا صحابه، تابعین و تبع تابعین سلف هستند، گذشتگان ما هستند و این کسایی که آل هستند یا خلف هستند. ما پیروای صحابه و تابعین و تبع تابعین هستیم و پیرو حقیقیشان هستیم. بعدگه مذاهب فقهی مثل شافعی و مالکی و حنبلی و ظاهری و
ایدگرا کاملا احترام داریم و کلشان دوست داریم و گپ هر عالم را زیاد دوست داریم که گپ از او به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دوستی و محبت ما به اساس کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر کسی که دوست الله و رسولش است دوست ماست و هر کسی که دشمنی خود با الله و رسولش اعلان میکنه دشمن ما است. ما دشنام نمیدیم. دشنامهای شما را در کامنت های خود میخوانیم. وقتی ما دشنام نمیدیم به خاطر که رهبر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما اجازه نداده ما کسی را دشنام بدیم. ما کتاب مقدس کسی را درام نمیدیم به خاطر که در دین ما احترام و عزت است. ما میفهمیم که بسیاری معبودایی که بت‌ها و اینا هستن یا باطل هستن، ولی ما معبودای باطل کسی را هم دشنام نمیدیم چون ما پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم عفیف اللسان بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم زبان وقت عفت پیدا میکنه که قلب پاک باشه. ما سر قلبهای خود کار میکنیم، قلب خود مثل قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم میسازیم. قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم الله پاک کرده بود. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا به حال با نام خود، با عقیده خود، با امت خود رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هست. زنده هست. سعدیا مرد نیکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکویی نبره. ما از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم رهبر خود اختیار کردیم افتخار میکنیم. از این رهبر خود هیچ وقت عقب نشینی نمیکنیم. رهبر خود دوست داریم. اگر رهبر ما را اجازه میداد که ما کسی را دشنام بدیم، ما در منطقه دیافغانان کابل کلان شدیم. اگر یک کتاب دیکشنری دشنام نوشته کنم میتونم. از شما که در دشنامای خطرناک که تو هنوز در خوام ندیدی یاد دارم. اما چون رهبر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ما را گفته عفیف لسان باشین، دستتان پاک باشه، چشمتان پاک باشه، به طرف ناموس کس سیل نکنین، زبانتان پاک باشه، حرف زشتی حتی به کافر نگویین، قلبتان پاک باشه، همیشه برای اصلاح بشریت کار کنین. قسم به الله هست و کسایی که بدبین ما هست، ما میخواهیم که مسلمان شوند، با ایمان شوند و میخواهیم از ما کده پیشتر به جنت برن. از ما کده پیشتر به جنت برن. افتخار میکنیم که اول شاگردای ما به جنت بره، باز بعد از ما بیاییم بگیم استاد شما هم کت ما بین، اینا شفاعت ما را بکنن در روز قیامت. تشکر از اینکه دشنام میتیم و ما خوشحال میشیم. کسایی که بدگویی و غیبت میکنه و دشنام میته، پیام ما بر از اونا چی هست؟ تشکر. اگر به آخرت ایمان دارین و نماز خوبش خوانده بودی، در روز آخرت از نمازایت بر من میرسن. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. کسی که غیبت مرا بکنه یا بدگویی مرا بکنه، ان شاء الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که در روز قیامت باز الله متعال اعمال نیک از او را گرفته به اندازی اونمو که ظلم نشه عادلانه نمازهای از او را میگیره بر من میتن. یا کسی میگه خوب شاید یک کافر باشه، یک کمونیست باشه، یک مرتد باشه، الله متعال باز گناههای من میگیره در فرق از اون میپرته. از این خاطر چقدر خوب است. تشکر. هر قدر که کامنت نوشته کردم بیتانین نوشته کنین و ما کلش با خوشحالی میپذیریم. سابق اگه یک تا کامنت زشت میدادین، آل یک 15 تا بدین. سابق اگه یک منزلتان آباد میشد، 10 منزلتان آباد شد. ما دنیا را هم نخواستیم. اگر ما دنیا را میخواستم، شما پشت دنیا میدوین،
الحمدلله پیش ما دنیا می، لکن ما پشت دنیا نمیدویم. همین زندگی که الله بر ما داده به این قناعت داریم. به هر صورت اینه من به خاطر ازی گفتم که پیشتر یکی از دوستا پیشنهادش همی بود که بعضی کسا بعضی تبصره ها میکنن بین شاگردای استاد دایی شاگردای ضعیف است. نه، شاگردای استاد دایی اول نمره دنیا هست. هر شاگرد ما را که در هر پوانتون دنیا رایی کردیم اول نمره بده. امیال شاگردای من در چند سال در 15 ادبیات درس میدادم در دیپارتمنت عربی. شاگردای من که از دیپارتمنت عربی در او وقت فارغ شدن، باز من به شرایط رفتم استاد شدم. اما شاگردای من که از زیر دست من در دیپارتمنت عربی فارغ شدن امیال استادای پوانتون ها هستن. عبدالخالق حیدری معاون اداری پوهنتون تعلیم و تربیه و استاد دیپارتمنت عربی. دیگه صنفیشان عبدالعزیز نام داره، اونجا استاد است. دیگه شاگرد ما قاری عین الدین است، از تخار است، از بدخشان، از پوهنتون تخار استاد است. و دیگرایشان بسیاریشان من نامایشان نمیشناسم و هر روز میگه که ما استاد فلانی اینستیتوت هستم و از فلانی پوهنتون استادش هستم. شما جوانا کلتان انشاءالله ستاره های قرآن خواد شدیم، کلتان استادای پوهنتون شوین، کلتان استادای پوهنتون. من یک وقت استاد پوهنتون یوسف علیه السلام هم شده بودم. در پوهنتون کابل ما استاد بودم. یک وقت در پوهنتون کاردان درس میدادم، یک وقت در پوهنتون کاروان درس میدادم. در این پوهنتون ها زیاد درس دادیم. یک وقتی در پوهنتون یوسف علیه السلام، در پوهنتون یوسف علیه السلام که جور کرده بود در زندان بود. یوسف علیه السلام درس توحید در اونجا شروع کرد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در اونجا استادی تیر کرده. امام احمد ابن حنبل هم اونجا استادی تیر کرده. و ما هم افتخار دارم که مثل امام ابو حنیفه و امام احمد ابن حنبل ما هم در زندان استاد بودم. ما هم شاگردایم همونجا هم هستن. قسم به الله هست که شاگردای ما در اونجا هم ولو که گناه های بزرگ کرده بودن گریه میکردن و میگفتن استاد ما توبه میکنیم. شما اختطافچی رو اصلاح کردن نمیتونید، لکن ما اصلاح میکنیم. ما اصلاح نمیکنیمش، با کلام الله هر کس اصلاح میشه. والله این قرآنه که سر سنگ بانی سنگ او میشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، الله میگه اگر این قرآن ما سر کو روان میکردیم، کو از چی ساخته شده؟ سنگ. لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اختطاف چی؟ دزهای با قتلهای مسلحانه، خطرناکترین اشخاص و آدمای خوبش و اصلاح بودن و آدمای خراب هم باور بکنید در زندان وقتی که قرآن برشان میخوانیم اشک از چشمانشان میریخت و میگفتن استاد ما را غلط کردیم، اصلاح میشیم. به این کل ما اصلاح شدیم، به این راه دین بگیریم، به این راه کتاب الله را بگیریم. اصل چراغ روشنه که قلبها را روشن میکنه کتاب الله است. به هر صورت من یه گپ به خاطر ازی گفتم که بحث های ما تو بحث های سطحی نیست. مقالات من تو مقالات نیست که مثل شما واره در 50 جریده میبرین که از برتان نشر نمیکنه. مقالات من هم در جراید داخلی، من روز محصل پوهنتون بودم، مقاله نوشته کردم که در اون پوهنتونی که من محصل بودم که استادا اونجا مقاله خود نشر میکردن، امیال هم مقاله من در اون مجله هست. و در اینجا در مجله پوهنتون کابل، مجله اکادمی علوم افغانستان، مجله پوهنځی شرایط پوهنتون کابل، مجله پوهنځی ژورنالیسم پوهنتون کابل، در اینجا مقالات ما به شکل علمی و اکادمیک بوده و تحقیقات ما و کتاب‌های ما وقتی که ترفیع کس میگیره او ترفیع
کم از کم 100 استاد بزرگ پوهاند و پروفسور او را تایید میکنه. بعد از ما ترفیع گرفتیم. پس شما هستین که در تلویزیون ها خیسته، بعضی کسا هستن گپ زدن خودم یاد ندارن. ما آمیانه به خاطر از این گپ میزنم که درس های ما چی هسته؟ به خاطر از این که میخوایم که درس ما از جوان 10 ساله گرفته تا ریش سفید 70 ساله. من به پدر ریش سفید 70 سالی خود احترام میکنم، به زبان از او گپ میزنم، و به فرزند 10 ساله خود احترام میکنم، به زبان از او گپ میزنم، زبان عادی و عامیانه. اگر در فصاحت و بلاغت باشه، بسیار دری چی کمال داره؟ کمال دری است که در هر جمله 3-4 تا کلمه عربی و انگلیسی پرتو. صحیح نه؟ یک چند کلمه عربی رو پرتو و یک چند کلمه انگلیسی رو پرتو که مردم معناش نفهمید، باز مردم میگه آها دیدی؟ این پروفسور. و من هم کلمات انگلیسی رو یاد دارم و هم کلمات عربیه، لکن من کلمات عادیه که هر کس درس بفهمه. چرا؟ من یک کتاب خواندم، یک کس دکترای خود در ساده نویسی نوشته کرده بود. چه قسم ساده نوشته کنیم که از کتابای من مردم استفاده کنه. او کتابای سخت که نوشته میکنه به حساب غرور خود، او خب باز استفاده نمیشه. من میخوایم که همین جوانی که صنف 8 هست، صنف 9 هست، صنف 10 هست، امیال او روز ندیدن شاگردای ما که صنف 9 مکتب بود، اما بچه یک هارون نام داشت، نه؟ هارون درس بسیار لوکس تشریح کرد، صنف 9 مکتب است. اما قسم که محصل بخش ماستری درس ما را میخیزه تشریح میکنه، او هارون جان اونجا شیشته. اما قسم هارون هم خیست همینجا درس تشریح کرد. او شاگرد دیگه ما که خیست به زبان انگلیسی گپ زد، باور بگو که همین کسایی که تافل هم گرفتن می قسم گپ زدن نمیتونه. بسیاری کسا را سعی والا ما تافل گرفتیم، برش میگیم که تو که تافل گرفتی بخینی 1-5 دقیقه انگلیسی گپ بزن. ما قرآن عظیم الشان هم میخوایم که به انگلیسی برای مردم درس بدیم. اگر من کدام وقت لندن برم، زمین پیدا شده، امکانات پیدا شده، باور بکن من یک وقت کلپای مخاط برآمد که همین قرآن شریف هم براتون به انگلیسی In the name of Allah. بسم الله الرحمن الرحیم. چه قسم ترجمه میکنیم؟ میگیم In the name of Allah, most merciful, most gracious. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Peace be to Allah, the Lord of universe. یا بسیاری وقتا چون ما خودسازی نمیکنیم میخیزن سر ما درسای ما ساده هست، اما ساده نیست که تو فکر میکنی. ظاهرش ساده هست، باطنش دنیا رو برای تکان میده. ما برای کدام درس خود به کدام منطقی خاص نمیتیم، چون رب ما Lord of Universe است، پیغمبر ما Messenger of Universe است، دین ما هم Religion of Universe است، ما استادا هم پروفسور of Universe هستیم. اگه باز ما چلنج دادیم که باز این تو چلنج میتیم. امروز من اصحاب ما خراب کردن. خب این گپای بیوده و شتکانه رو نزنین. میگه یک نفر گفت من 10 متر خیز میذارم، دیگه گفت من 20 متر خیز میذارم. گفتی گازی میدان. بیا شاگردای تا که شاگردای ما استاد کو یک درس من میتونم بر شاگردای تو هم بر شاگردای خودم باز اگه شاگردای تو نه حداقل گردن تان بسته میکس که گپ میزنه نمی جنجال میکنه. برش بگو می خوف خو بر ما یا روزی که شما محبت تشریح کردین بگم این چند قسم است. چند قسم است این محبت؟ امیر یاد ندارم مقدمات است. چرا؟ سعی کنین یک درس دیگه هم. امی حروف مقطعات حکمتش چی است؟ الف لام میم. ما میگیم الله اعلم بمراده. شما هم تدبر کردین، ما هم یک تدبر کردیم. شما هم یک انسان هستین، ما هم یک انسان هستیم. منتها ما میخوایم از این متن چی برداشت کردیم. مفسرین گپای خود دارن، لکن ما هم یک برداشت کردیم. وقتی که من الف لام میم خواندم در قرآن عظیم شان، باز کردم خواندم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یگان تا کتمه بحث میکن اول میگم تو یک سوره قرآن بخوان. بسیارش قرآن شریف از روی خواندن نمیتونه. فهمیدی؟ قرآن شریف اگه از روی خوان مد و شد قرآن درست ادا کرد، من کاریشم 90 نمره دادن.
اگه قاری صاحب سین امرام ترا داد باز من میگم تو کامیاب هستی. سعی کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الف لام میم وقتی که من تدبر کردم من چی فهمیدم؟ من ایسی یک استاد پیش خود گفتم الف لام میم الله اعلم بمرادهی. الله برای من چی میگه؟ برای خود گفتم الله برای من چی میگه؟ قرآن خب بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده تا رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن عظیم شان توسط امین آسمان آمد برای کی؟ برای امین زمین. آن که نامش در آسمان احمد است و در زمین محمد است. بر از این قرآن آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم این قرآن با امانت بر ما رسان. سیست الله ای را حفظ کرد. ما وقتی که صفحه اول قرآن خواندم قرآن بر من چی میگه؟ قرآن بر من میگه که اگر تو میخوایی از کتاب الله استفاده بکنی ولو که هر رتبه و هر قدر زبان یاد داری تا وقتی که در مقابل الله خود جاهل نگویی از این کتاب استفاده کردن نمیتونی. پس در الف لام میم اعتراف میکنم که من نمیفهمم، جاهل هستم. الله اعلم بمرادهی. بعد از این به کجا؟ باز الله میگه که ذالک الکتاب، این کتابی که در دست تو هست. الله نگفت هذا الکتاب. در زبان عربی کسایی که زبان عربی رو میشناسن برای قریب هذا گفته میشن. آل قرآن خب برای من قریب است، اشاره قریب چی است؟ هذا قلم. چرا نگفت که هذا الکتاب؟ گفت ذالک الکتاب. از این چی درس گرفتم؟ هر کس به اندازه ظرف خود از این بحر آب میگیره. ظرف ما و ظرفیت ما کپاسیتی بیلدینگ میگن، ظرفیت سازی و شخصیت سازی. آل ظرفیت ما چی است که من از این کتاب چی استفاده بکنم؟ اینجا نگفت هذا الکتاب، گفت ذالک الکتاب. ذالک الکتاب. الله برای من میگه که این کتابی که بر دست تو هست اصل از این کتاب در عرش است، در لوح محفوظ. اونو کتابی که در لوح محفوظ است و توسط امین آسمان به امین زمین آمده و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با امانت ایره به تابعین و تبع تابعین و الله متعال ایره حفظ کرده، امی قسم انتقال داده شده و امروز در هیچ جای دنیا 10 نفر یافت نمیشه که دیگه کتاب در طب، در هندسه، در تورات، انجیل 10 نفر حافظ نداره. لکن این کتاب الله که هست امیال میلیون ها میلیون حافظ قرآن داریم در کل دنیا. بکش در امریکا اگر کشیشات تا شاگرد خود پیدا کرد که کتاب تورات از اول تا آخر یاد داشته باشه، باز من میگم که راست میگی، ندارن. اما تحریف شدهش هم ندارن. در انجیل چقدر کشیشا خیزک میزنن، کتابش نباشه حافظ نداره. این چرا میلیون حافظ داره؟ به خاطر ازی که الله میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این کتاب ما نازل کردیم، لکن بر از این کتاب معجزهش چی است که الله میگه معجزهش چی است که من ایره حفظ میکنم. میلیون انسان مزدوری از این قرار میتم، خدمتگار از این قرار میتم که ایره حفظ کنم. اما دیگه کتابا وقت داشت، وقتش ختم شد. الله وقتش ختم کرد، گفت اینی قانونم است تا اینی وقت. قانون نه و الله که آمد
تا روز قیامتی رو حفظ کردن. ولی قرآن عظیم الشان چی میگه؟ میگه ذالک الکتاب، این کتابی که بسیار مقامش عالی هست و در لوح محفوظ است. لوح محفوظ کجاست؟ از آسمان هفتم بالاتر است. شما خود در آسمان اول هنوز در نیمش هستین، در فضا هستین. با آسمان اول نرسیده کسی تا بالا. با آسمان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، بعد از اونجا باز دیگه عرش است و لوح است و قلم است. فهمیدین؟ الله میگه ذالک الکتاب، این کتاب با عظمتی که اصلش در کجا هست؟ در لوح هست و نقلش پیش توست. این کاپیش است. فهمیدین نه؟ اصلش در کجاست؟ لا ریب فی، در این کتاب که از شک کردن نمیتونه. خواه ذالک الکتاب، این کتاب است هم شک میگه شک نیست. او کتابای شما هست که ولو رتبه پوهاندم شود در کتاب یک بچی صنف 12 15 غلطی میکشه، ولی کتاب ما نکشیدین غلطی کردن تان بستن. الان شما نمیکشین غلطی که استاد این جملهش غلط هست. الله میگه من چالش میتم که در هیچ غلطی نیست. ذالک الکتاب، این کتاب بسیار با مقام عالی هست. کتاب چی هست؟ کتاب طب است، بیولوژی است، ساینس است، طب است، چی است؟ میگه کتاب هدایت است. هدن. کتاب چی است؟ کتاب هدایت است. کتاب آیا برای هر کس هدایت میشه؟ میگه دو قسم هدایت است، یکی هدایت علم است، یکی هدایت توفیق است. هر کس علم قرآن یاد میگیره، اما هدایت قرآن برای کی هست؟ برای متقی. تقوا چی هست؟ میگه اولش تقوای فکری هست. تقوای فکری چی هست؟ یعنی تقوای فکری هست که غرور نداشته باشی، تکبر نداشته باشی، خودخواهی نداشته باشی، ابلیس صفت نباشی، شیطان صفت نباشی. باز برای او هدایت نمیشه. فهمیدین؟ هدایت از برای کی؟ برای متقی. متقی اول صفتش چی هست؟ عقل پرست نیست، زبان پرست نیست، قوم پرست نیست، بلکه الله را پرستش میکنه، به غیب الله ایمان داره. فیلسوفا چرا کافر هستن؟ به خاطر از اینکه غیب قبول ندارن. ارسطو چرا کافر است؟ به خاطر عقلگرا هست، غیب قبول نمیکنه. دیکارت چرا کافر است؟ عقل پرست است. مارکس چرا کافر است؟ به خاطر چشم پرست است. لنین چرا کافر بود؟ به خاطر او هم ماده پرست بود. ماده چی است؟ چشم است. میگه چشمم نبینه من قبول ندارم. الله میگه متقی کسی است الذین یؤمنون بالغیب. به هر صورت میگه خوف. این حالا اگر از قرآن شروع کنیم این قسمی بازم بود درس خوف ما و شما. خب این حال خوف در قرآن عظیم شان به چند بخش تقسیم شده. اول خوف و ترس از الله هست، دومش از مخلوقات است، سومش از وقوع یک حادثه است، چهارمش استعمالات لغوی است. بخش اولش شروع میکنیم. در بخش اولش خوف و ترس از الله سبحانه و تعالی. خوف و ترس از الله سبحانه و تعالی دو بخش داشت. خوفی که عبادت قلبی می باشه و دومش خوف از عدالت الهی. قسم اولش خوف اعتقادی توحیدی که ایره خوف در عبادات قلبی میگن. این خوف به نام خوف توحیدی گفته میشه. چرا ایره انسان موحد می داشته باشه، انسان یکتا پرست می داشته باشه. این خوف چی صفت داره؟ خوف جمع محبت جمع رجا مساوی میشه به خوف چی؟ توحیدی. آفرین. پس این خوف هست که ایره خوف تعبد هم میگن. چرا؟ عبادت قلبی هست، قلبا الله را عبادت میکنی. این خوف فرض است سرت، واجب است سرت. باید از الله قلبا بترسی، لکن ترس خالی نباشه. خوف الله مثل خوف از شیر نیست. یک نفر شیر بدش میآید از اون میترسه، اما ما از الله میترسیم، الله را دوست داریم. از شیر میترسی، از پادشاه میترسی. چرا میترسی؟ از ظلمش میترسی.
اما ما از الله میترسیم، به عدالت الهی و رحمت الهی هم در قلب خود ایمان داریم. هم از الله میترسیم، هم دوستش داریم، محبت کتش داریم، هم امیدوار رحمتش هستیم. فهمیدین یعنی؟ پس این خوف با خوف مخلوق مشابه نیست. این خوف توحیدی میگن. فهذا الخوف لا يجوز ان يصرف الا لله عز وجل. علما میگن این خوف باید فقط به کی داده شود؟ به الله فقط. حتی به پیغمبران، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، ملائکه نه 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 نه. این خوف فقط برای کی داده میشه؟ این خوف توحیدی هست که خاص برای کی هست؟ برای الله هست. و هو من اعظم واجبات القلب، از بزرگترین واجبات و وجایب قلب خوف توحیدی است. کسی که از الله نترسید این مؤمن نیست. از این خاطر بسیاری علما تقوا را به ترس ترجمه میکنه، به خوف ترجمه میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان از الله بترسید. اصلش هست که اون مؤمنا خود از عذاب الله وقایه کنین. اصل اتقوا الله چی است؟ معنای اتقوا الله اصلش چی است؟ اصلش چی است که در دنیا خود از گناه وقایه کو، از شرک وقایه کو، از کفر وقایه کو، از ارتداد وقایه کو، تا که در آخرت از دوزخ و از عذاب الله وقایه شوی و در امان باشی. یا ایها الذین، لکن علما این مختصر چی میگن؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مردم از الله بترسین. چرا؟ به خاطر که خوف و ترس یک عبادت مهم قلبی هست. قلبی که ترس نداشت، خشوع نداشت، اللهم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، این قلب شیطان مبدل میشه. قلبی که از الله ترس نداشته باشه. خب الله متعال در آیات قرآن درباره قلب چی میگه؟ مثلا سوره مائده آیت 44: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. در این آیت قرآن الله متعال چی میگه؟ الله متعال میگه که انا انزلنا التورات، یقینا که ما با عظمت و قدرت خود چی را نازل کردیم؟ این درس خب ما و شما خوانیم. دوستایی که نو آمدن که درس نبودن که در قرآن عظیم شان وقتی که الله متعال توحید بیان میکنه ضمیر مفرد استعمال میکنه. قل هو الله احد. جایی که عقیده را بیان میکنه چی را بیان میکنه؟ ضمیر مفرده. در جایی که باز الله قدرت و عظمت خود، جلال و کبریا و جبروت خود اعلان میکنه، اونجا باز هم ضمیر استعمال میکنه جمع. اینجا الله متعال چی را استعمال کرده؟ ضمیر چی را استعمال کرده؟ انا انزلنا. الله میگه که پس چه قسم باید ترجمه میکنیم؟ میگیم که الله متعال میگه که انا ما با قدرت و عظمت و جلال و کبریا و جبروت خود، با قوتی که داریم چی کردیم؟ نازل کردیم تورات قبل از قرآن عظیمشان، فیها دمی قرآن که این هم کتاب منزل الله بود، هدن هدایت بود و نور و روشنی بود که مردما را راه را برشان نشان میداد که بر طرف حق برن. این تورات بود. وقتی که این تورات بالای موسی علیه السلام نازل شد، بعد از موسی علیه السلام دیگه پیغمبرها که بودن اونا چی میکردن؟ الله متعال میگه یحکم بها النبیون الذین اسلموا. بعد از اینکه دیگه پیغمبرها که آمدن اونا هم
مطابق اینمی تورات حکم میکردن. یعنی 12 نظام اسلام که در تورات بود اونا هم چی میکردن؟ تطبیق میکردن بعد از موسی علیه السلام. یعنی حاکمیت الله را، حاکمیت تشریع الله را پیغمبرها از تورات میگرفتن بعد از موسی علیه السلام تا زمان عیسی علیه السلام که باز چی آمد؟ انجیل آمد. یحکم به النبیون، پیغمبرها الذین اسلموا، او پیغمبرایی که مسلمان بودن. بعد از موسی علیه السلام پیغمبرها که آمدن یهودی بودن. الله میگه نه، این نام یهودی رو یهودی ها دروغ ماندن. الله یهودیت نفرستادن. پیغمبرایی که به تورات هم حکم میکردن چی بودن؟ مسلمان بودن. قرآن میگه الذین اسلموا، گفت الذین هادوا یا که الذین اسلموا. پیغمبرها کلشان چی بودن؟ چون الله یک دین فرستادن. چند دین فرستادن؟ یک دین. دین حق یک تاست، دین اسلام است. دین آدم علیه السلام، دین نوح علیه السلام، دین ابراهیم علیه السلام، دین موسی علیه السلام، دین عیسی علیه السلام، دین محمد صلی الله علیه و سلم. للذین، برای کسایی که هادو خودشان یهود شدن. او مردم ها خودشان خود چی جور کردن؟ یهود جور کردن. یهودی رو میگه چرا یهودی میگن؟ میگه به خاطر که هادو به معنای رجعو هست، کسایی که رجوع کردن به حق. بعضی ها میگن که یهودی رو به خاطر از یهودی میگن در وقتی عبادت این تو خود شورک میتن میلرزانه، باید دوادی قرآن خواندن این قسمی نکنی. یه عادت یهودی هست. این تو خود دوادی گردان یگان دفعه این تو خود کردن میره، این عادت یهودی هست. یا که تورات خواندن میرن بازم این قسم خود شورک میتن. فهمیدین یعنی؟ و ربانیون، بعضی مردم های دیگه ربانی بودن، یعنی کسایی بودن که مطابق احکام الله علمای خوب بودن، پرهیزگارای خوب بودن، با تقوا بودن. یا خیلی از کدام کتاب استفاده میکردن یا هم مطابق حکم الله عمل میکردن. پس یکی پیغمبر شد، دیگه ربانی شد، دیگه احبار شد. ربانیون انسانهایی که خود برای الله تخصیص میدن. بعضی کسا اونا را چی میگن؟ میگن پیر هستن. پیر هم که مطابق شریعت الله کار نکرد او هم شیطان است. چرا؟ پیغمبرها هم مطابق کتاب الله حکم میکردن. این انسانهای گوشنشین و ربانی و کسایی که خدا بر الله خاص ساخته بودن اینا هم مطابق تورات حکم میکردن. والاحبار و علمایی که در اونجا بودن اینا هم مطابق تورات حکم تورات تطبیق میکردن. بما استحفظوا من کتاب الله، به خاطر که هیشان محافظ مقرر شده بودن از کتاب الله. کتاب الله را باید پیغمبرها تطبیق بکنن، انسانهای ربانی، کسایی که الله را دوست دارن و کسایی که علما هستن، کلشان باید چی را تطبیق بکنن؟ کتاب الله. اگر عالم بود کتاب الله را تطبیق نکرد ضالین، چی شدن؟ گمراه شدن. گوشنشین بود، زاهد و با تقوا بود، مطابق کتاب الله عمل نکرد ضالین. عالمی که مطابق علم خود عمل نکرد، مطابق کتاب الله عمل نکرد، مغضوب علیهم است. چی هستن؟ مغضوب علیهم. زاهدی که مطابق کتاب الله حکم نکرد چی است؟ ضالین. کسی که هم علم کتاب الله و سنت رسول الله را گرفت و هم به او عمل کرد، اونا کی هستن؟ انعمت علیهم. در سوره فاتحه چند قسم مردم نشان میده؟ انعمت علیهم، مغضوب علیهم، ضالین. انعمت علیهم چی صفت داره؟ علم جمع عمل. این انعمت علیهم است. قرآن و سنت اول یاد بگیر باز عمل بکن، الله سرت انعام میکنه. من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. علم داشتی عمل نداشتی در چی داخل میشی؟ مغضوب. علم داشتی عمل نداشتی مغضوب علیهم. مثل علمای یهود باز غضب الله سرت نازل میشه. مثل سر علمای یهود چی شد؟ غضب الله نازل شد. تقوا داشتی، گوشنشینی داشتی، زهد داشتی، علم نداشتی، یعنی عمل داشتی بدون علم.
ضالین. اینه بسیاری کساست هندو استړی خدای ناراض. چرا؟ علم نداره، علم نداره، عبادت کرده میره، فکر میکنه شعله شیرین نام عبادت است، فکر میکنه الوام عبادت است، فکر میکنه شب جمعگی هم عبادت است، فکر میکنه چل هم عبادت است، اما خبر نداره که متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم این چی است؟ این عبادت است. بعضی کسا میگه اگر من دیگ خوبش پخته کنم به نام رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز رسول الله هم بسیار محبت ما اشکار کرده. رسول الله میگه من پلو و شوله و گپا کار ندارم. الله میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. تو اگه محبت با الله داری متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکن، نماز به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوان. سعی کنین کسایی که پیغمبرها بودن بعد از موسی علیه السلام، الله متعال معرفیشان میکنه که مردم شما فکر نکنید که پیغمبرها یهود بودن، او پیغمبرها کلشان چی بودن؟ مسلمان بودن. و کسایی که ربانیین بودن و هم چی بودن؟ مسلمان بودن. و احبار بودن، این کسایی که در راه حق بودن، یا کلشان پیروای کتاب الله بودن. بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهدا. همین مردم با سرازی چی بودن؟ شاهد بودن، شهادت میدادن که بله. فلا تخشوا الناس واخشونی. الله متعال بر ما و شما میگه مردم شما از انسانها نترسین، از انسانها نترسین. واخشونی اینجا نون زیر نیست، نون زیر نه اینجا به این معنا هست اینجا که یا حذف شده، اصلش چی است؟ واخشونی. الله متعال میگه شما از کی بترسین؟ اینجا ضمیر چی استعمال کرده؟ جمع یا مفرد؟ یعنی این توحید است، توحید در ترس. فهمیدی؟ توحید در چی است؟ ترس است. و شما کسایی که خود پیرو و پیغمبران میگیرین و علما میگیرین و زاهدا و با تقوا میگیرین، ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا. شما آیات الله را به این متاع اندک دنیایی نفروشین. چرا؟ بعضی کسا هستن در مقابل ازی که یک آیت قرآن انکار بکنن 10 صندوق دلار بگیرن. این 10 صندوق دلار اگر در امریکا هم بری پیش از اون کاغذ است، یک چیزی بی ارزش است. مثلا که ما براتون بگم اگر میال رئیس جمهور امریکا اعلان کنه که دلار ناچل شد، امی کسایی که صحیفه‌های خود پر کردن کلشان زوف میکنن نمیکنن؟ در یک سخن یک بنده زوف میکنن نمیکنن؟ الله متعال میگه میگه کلی نمی دنیا مثل دلار ناچل است. اما مجردی که مرگت بیایه چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چی بر تخت مردن چی بر روی خاک. وقتی که جان کندن انسان شد با سر تخت هم خواه باشی نمو لغتک زده میری، سر خاک هم باشی در بین دریا هم باشی نمو لغتک میزنی. پس الله متعال میگه که این دنیا بی ارزش است. چیزی که با ارزش است او را الله به دوستای خود میده، چیزی که بی ارزش است او را زیاد برای دشمنای خود میده. با پیغمبرها که بسیار دوستای نزدیک الله بودن، برای از اونا وحدانیت خود و صفات خود بیان کرد، برای از اونا کتاب خود داد، عقیده توحید برای از اونا داد. برای دشمنای خود چی داد؟ دشمن الله قارون بود. برای قارون پیسه داد که میگه حتی امو کلیدای از زیر یک کاروان نقل میداد، کلیدایشه. اگر متاع دنیا پیش الله، پیش ما و شما طبعا انسان هستیم، پیش ما و شما ارزش داره. اگر متاع دنیا، اینمی دنیا و اینمی ساختمان ها و اینمی تیاره ها و اینمی راکت ها و اینمی اسباب دنیا پیش الله به اندازه یک بال پشه ارزش میداد، او را به دشمن خود نمیداد. اگر به اندازه یک بال پشه ارزش میداشت
اهمی دنیا را برای کافر، برای دشمن خود نمیداد، چون به ارزش است. برای دشمنای خود چی کرده؟ زیاد دادن. اما دوستای حقیقی خدا چی را دادن؟ توحید برشان داده، کتاب خدا برشان داده، هدایت برشان داده. بناهن هر کسی را که اگر الله تو را توفیق داد که در درس توحید بشینی، بفهم که الله تو را دوست داره. اگر پای تو از این درس قطع کرد، الله نخواسته تا. سعی کنین یک مثال براتون بگم. شما بین اردیتون شما تا بین نترسین، تو هم بین تم راسته، تو هم بین کم. این حال مثلا اینجا ساشن، اینی 4 نفر هستن نه؟ این 4 نفر ما گفتم شما 4 نفر ما کار دارم، هر 4 تان بیاین بخیر در سر زمین کامپیوتر کار میکنیم. صحیح است نه؟ هر 4 تان 4 دانه کامپیوتر براتون میتونم شما نوشته کنین. صحیح است نه؟ هر 4 از نوشته کردم. کارای جره که من دیگر سیل کردم از 4 از جره. برای گفتم بسیار تشکر، خودت امروز زحمت کشیدی، یعنی چند سفر که نوشته کردی، جزاک الله خیر. با امان خدا دیگه. هر وقت باز دید ان شاء الله. شما هم تشکر زیاد بفرمایید. خودتون خیر ببینید کار کردی، کار دیدم. پناهید به خدا. تو صبا هم بخیر بیا. فهمیدی؟ تو صبا هم بیا دست. چرا؟ کاری که تو در کامپیوتر کرده بودی بسیار خوشم آمد، بسیار دقیق، بسیار خوبش، بسیار منظم. او 3 تا دیگه غیبتشان نشه. کار کرده بودن خب یکیش 5 صفحه جور کرده بود برام، یکیش فکر میکنه استاد نمیفهمه، او اصلا 1 صفحه نوشته کرده بود، فونتش از 14 گرفته بود 20 ساخته بود خطش. او را که من خانم دیدم که میگه ما 5 صفحه کار کردیم، او در حقیقت او را که من پس 14 ساختم چی شد؟ 1 صفحه. او دیگهش تایپم کرده بود، مقصد روز خدا تیر کرده بود. او دیگهش کار کرده بود جمله بندیش، لکن از خودت هم جمله بندیت خوبش بود، هم کارت خوبش بود، هم غلطی نکرده بودی، کل چیزات خوش بود. تو صباح هم بیا میجا بخیر من حیث کامپیوتر کار در دفتر ما مقرر استی. فور اگزامپل خب کال صباح برستی ندی ایناله شما را مثال گفتم، یعنی مثال اینال یک نفری که در درس میایه، اگر الله درس خواندن ازی را خوش کرد، سبا بازی را توفیق میده که باز بیاید در حلقه توحید بشینه تا که قرآن ختم کنه. اگر شیشانش خوش الله نامد، توفیق از پیشش میگیره، سبا که بیری پرسانش کنی کجا بودی، میگه رفتم یک فیلم که ایندی خوبش پیدا کردم، امور خودم مصروف کردم. پس الله متعال بهترین نعمت خدا برای بهترین دوستای خود میده که او چی است؟ فهم کتابشه. کتاب الله را کی خوبتر میفهمید؟ پیغمبرا. بعد از پیغمبرا صدیقین، بعد از او شهدا، بعد از او صالحین، اولیاء الله. اینا بسیار خوب میفهمیدن. پس این علامت خوشبختی و بدبختی است. ما بسیار کسا را دیدیم که اول داشته و آخر نداشته. چرا؟ عملش الله خوش نکرده. که خوش نکرد توفیق برش نمیده. اگر کلگی اولاد دار است، هیچ کس دانش بسته نیست، کلگی نفقه کار داره، کلگی مشکل داره، کلگی سختی ها را داره. اما کسی را که الله خواست باز او سختی ها را برش چی میکنه؟ آسان میسازه. یک روز پیش یک عالم یک کس آمد برش گفت که والا صاحب ما بسیار از دنیا سختی ها را دارم. سعی کنین. گفت در دنیا بسیار سختی ها را داریم. گفت خب چی سختی دارید؟ گفت والا بسیار سختی ها را داریم، هیچ سخت سرم، مشکلات میش حل نمیشه. خب از نگاه اقتصادی هم بسیار مشکل دارم. این عالم برش چی جواب گفت؟ گفت الله متعال میگه که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای حقیقی داشته باشه الله 2 کار برش میکنه. در مشکلات برش راه حل پیدا میکنه و در سختی های اقتصادی برش راه رزق خوب پیدا میکنه. رزق برش میده که در فکر خودش نباشه. برای گفت برادر جان،
تو که دو مشکل داری سر تقوای تجدید نظر کن. خود با تقوا میگی لکن متقی حقیقی نیستی. حتما کدام مشکل داری، حتما کدام مشکل داری ما نمیفهمیم. ظاهرت بسیار خوبش است، صورتت بسیار زیبا هست. هر وقت که در آینه خود دیده بگو یا الله همین قسم که چهره من مقبول ساختی، سیرت مقبول هم نصیبم کن. حتما صورت خوبش داری لکن سیرتت خراب است. از این خاطر الله تو رو در مشکلات انداخته و راه رزق برای تو باز نکرده. چرا الله متعال وقتی که قانون داد، این قانون عام است. و من یتق الله یجعل له مخرجا. برای چی میگردانه؟ از سختی ها راه خلاصی را پیدا میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. ات روزی رو برش میرسانه. باور بکنین که هیچ خود انسان تصور نمیکنه. خود تصور نمیکنی که این چطور است. یک وقت ما معسل بودیم، بسیار غریب بودیم. ما را روان کردن از افغانستان به هندوستان، از هندوستان رای ما کردن به دوبی. در دوبی شب ماندیم. در هندوستان هم پیسه نداشتیم که نان صحیح بخوریم. یک کمک پیسه داشتیم، یک چند دانه کیله خوردیم. دیگه از او قورمه و کباب و پلو خورده نمیتونستیم. مردم که دوبی و این میرن، پدرایشان $100 خود جیبش میمونه. پدر من بیچاره این گپا رو نمیفهمید. مرا تو مفت کلزی رایی کرده بود. در جیبم 2000 افغانی بود. 5 نفر معسل بودیم. رسیدیم در دوبی. سنونان سایل میکنیم. چی کباب هاست، چی نان هاست، چی خوراک هاست. ما دیگه 5 نفر هستیم. برای کباب میگیم کباب جان پیسه داره کباب، بی پیسه را بوی کباب. برای پیتزا میگیم پیتزا جان پیسه داره پیتزا و بی پیسه را بوی پیتزا. هر 5 ما رفتیم، پیسه نداشتیم که چیزی بخوریم. در جیب ما 2000 افغانی است. در بانک‌ها اینجا که افغانی رو ببریم میگه چیست؟ بگوی افغانی، میگیری کی کشیده؟ هیچ نمیچلن، هیچ کس نمیشناسن. کلدار رو میشناسن، پاوند رو میشناسن، یورو گپا. افغانی بیچاره را هیچ کس در هر جای نمود تکت کس به حساب مخلوق. خب برادر گفتیم که برادر عزیز حالی که چیزی نیست خیر است، بیاین حالا یک شب است، یک شب آدم گشنام تیر میکنه. قرار رفتیم وضو کردیم نماز. مرا گفتن خودت پیش شو. من پیش شدم نماز خواندیم جماعت. دیدیم که چند نفر دیگه هم از پشت سر ما اومدن اقتدا کردن. وقتی که یا اقتدا کردن نماز خلاص کردیم. خب ما برای کسی چیز گفتن نمیتونیم دیگه، از غیرت خود دیگه. گر ندانی غیرت افغانیم، چون بعد دوبی آمدی میدانیم. حالا به حساب غیرت افغانی خب برای کسی چیز گفتم نمیتونیم. کالا ما بریم از کس نان بخوایم چی بخوایم. عوام بریم از نلا میخوریم دیگه. وادی وضو کردن هاوش هم بیمزه و ترش و اینطورست میخوریم، خیر است. یک وقت 1 بجه شب شد، گشنه خو کردیم. هر 5 ما وقتی که گشنه همونجا خو کردیم 1 بجه شب شد که یک از هم صنفی ما کت ما رفته بود، حبیب الرحمن نام داشت. این تو گپ که میاد تو کارا گپ میاد قسمی مرا شور داد. مرا میگه بخو بچا میگه چی گپ است؟ حالا گشنه خو کردیم دم گوشت خو یاب نمیمونی. بخی که ما بندی شدم. چرا بندی شدی؟ گفتم حالا به خاطر ازی بندی شدم که پیشتر همینجا صدا آمد در ریسپشن که حبیب الرحمن ولد مفچون فلانی بیا که بندی است. خیلی دیگه من بایی که من گرفتم، من رفتم بندی شدم. شما دیگه بخیر برین. من گفتم چی دیوانه؟ چی؟ بندی چی میشی؟ بابایشون کشتیم، چی ما رو بندی میکنه؟ خب ما هم اصحاب جوان بودم وقتی که اصحاب هم خراب است. به جای دیگر گفتم بخیزین. چی گپ است؟ گفتم میریم میخوای بندی کنم. میریم خود ما رفتیم پیش رئیس پلیسش هم نشسته بود. رئیس پلیس یک دانه پیران دراز پوشیده تا شست پای خود. اجابش هم دیگه کلش هم تا اجاب گرفتم. قرار همینجا شیشته. سلام علیکم. و علیکم السلام. ما دیگه عربی هم خراب است. رفتیم برای چی میگم؟ لماذا انت بندی رفیقی؟ لماذا؟
او میگه چی میگی؟ گفتم لماذا صدیقی سجن بندی. او برام گفت که چی هستن؟ گفت سنفید بسیارات ترس و رقمک هستم دیدیم نی؟ گفت کلام مشکل دارم ایره بندی میکنم. ما گفتم لماذا؟ گفتم خو اذا انت بندی نحن كلنا بندی. گفتم خلاص كلنا. قف انتم كلكم تريدون ان تدخل السجن؟ ما قفتم نعم اهلا وسهلا. لماذا؟ ما قفتم هذا صديق معنا. تنها لا، یا كلنا سفر یا كلنا بندی. هي سلمة ما قفت أنت مسلم؟ ما قفتم أنا الحمد لله مسلم وأنت لست مسلم. گفتم تو مسلمان نیستی. یک دفعه مردکه سید خیست. مردکه چی خبر که مردکه رئیس میدان است، انترنشنال رئیس است. ما گفتم به خاطر لأن. گفت لماذا؟ ما گفتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. کسی که به الله و روز قیامت ایمان داره مهمان خدا باید اکرام بکنه. ما مهمان، انا ضيف، انت صاحب الخانه. صحیح؟ انت جالس في كرسي وانا واقف. هذا ليس اسلام. ان كنت مسلما فاخذت كرسيا واجلستني على الكرسي ثم تتكلمت معي. عسکر خدا گفت که شرطی چوکی برش بیار بشن. ما گفتم الحمدلله الان مسلمان، الان در چوکی شیشتم. گفتم الان مسلمان. گفتم شما لماذا طعام هنا قیمت؟ گفت چی طعام قیمت؟ ما گفتم ما 2,500 افغانی. ما گفتم 2,500 افغانی. وقتی که ما اونجا رفتیم 30 افغانی یک خوراک کباب بود در کابل. ما گفتم هذا 2,500 افغانی، اونجا 100 خوراک کباب، اینجا ناچل. ما اینجا آمدیم پیسه ما نمیشه فی اللیل ما فی طعام و نحن نائم بدون طعام. تو گرفتی خوام سر ما. گفتم نان سر ما حرام کردی. خوام سر ما حرام کردی. چی کردیم؟ بکس ما گفتم برو بکس ما سر کتابای بکس ما 4 تا کتاب است که یک چند جور کالای کنه. بعد از توی مردکه او دیگه شامد برازی گفت که عظمت قرآنه. یکی دیگه شامد برای سلام داد و گفت که شما میفهمین که ما نماز خفتن در پشت سر ازی خواندیم. گفت پشت سر ازی نماز خواند؟ گفت بسیار خوب قرآن خواند. مرا گفت که انت درست کتب الاسلامیه؟ ما گفتم نعم خلاصت و قدوری و کنز و دقایق و الهدایت و الفلانی کتاب. او میگه کتاب های چیست؟ کل کتب اسلامیه. خب خلاصتان. ما گفتم خلاصتان قدریون و قدر دیگه میگن. خب و قدریون و کنزون. خب کنزون و کل خلاص. خب خلاصه که از اینجا بحث کردیم. آخر این مردکه چی کرد؟ گرفت مرا گفت که بسیار ببخشی ما اشتباه کرده بودیم. مرا گفت تو از کس نمیترسی؟ من گفتم نه، من بغیر از ذات الله سبحانه و تعالی از هیچ کس نمیترسم. نه تجار مخدرات هستم نه فلانی هستم. من یک مؤثر هستم میریم بر درس خواندن که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد بگیریم. تو آمدی مورد این جنجالا میپردی. گرفت یک کاغذه که گلابی برای من اشترا کرد.
این عربی کدام شدم بنگ 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 کرد که انتم ضیوف دانا خمسة ضیوف شترگاه. من هیچ گپش نفهمیدم که چی میگه. من گفتم البته ورقه کنه. من گفتم زندان سجن. من گفت لا سجن، برو یا بالا. بیرون که برآمدیم یک اسکر همینجا زیادتر از چیزا هستن، مزدورا همینجا پاکستانی هستن. همین یک پاکستانی همینجا کار میکرد. من برش گفتم که بای صاحب، گفت کیا ہے؟ من گفتم اس پیپر میں کیا لکھا ہے؟ این کسایی کرد که ورقه گلابی است. من گفت عیش کرو عیش، برو اونجا میمان رئیس میدان هستی. رفتیم برای 5 ما ات یک نان داد که 2 روز پیش هم نخورده بودیم، خوردیم. یک روز دیگه هم چشتیا نداشتیم. پس الله متعال در هر جایی که انسان باشه رزقش برش چی میکنه؟ میرسانه. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. و در آخرش الله متعال چی میگه؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هر کس که قدرت داشت و مطابق کتاب الله و سنت پیغمبرش در زمان موسی علیه السلام با تورات و سنت موسی علیه السلام، در زمان عیسی علیه السلام با کتاب عیسی علیه السلام و سنتش، و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابق کتاب الله و سنت رسول الله حکم نکرد در 12 چیز. در چند چیز؟ در 12 چیز. فاولئک هم الکافرون. خواسته باشه یا نخواسته باشه اینا در روز قیامت در بین کافرها حشر میشن. کسی که به کتاب الله و سنت رسول الله حکم نکرد، فیصله نکرد در 12 چیز، فاولئک هم الکافرون. این فیصله قرآن است. المائده 44. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.